سلام، من ماهگل بلوچ هستم. امروز یک شنبه 4 مرداد 1405 است. این برنامه چاشنی ادبیات در هیاهوی اخبار است. امروز از مجموعه پلک فریاد هفتم را می‌خوانم، فریادی که از میان عوعوی سگان برخاست. در همان خیابان نخودی رنگ سرهنگ رضوانی چند خانه پایین‌تر خانواده‌ای زندگی می‌کردند که همه دوستشان داشتند. نام خانوادگیشان کاظمی بود، اما ما آنها را به نام زادگاهشان صدا می‌زدیم، بجدی. ستون خانه حاجی اسماعیل کاظمی بجدی بود، مردی با لباس بلوچی تمیز، کتی مرتب و عمامه‌ای سفید، با وقار و خنده‌رو، آنگونه که آدم بی اختیار به او احترام می‌گذاشت. صبحها سوار دوچرخه‌اش می‌شد و صدای نرم زنجیر آن زنگ آغاز روز ما بود. اما نگاه من همیشه روی پسرش می‌ماند، عبدالعزیز. پوست روشنش میان بچه‌های آفتاب سوخته مثل تکه‌ای ماه می‌درخشید. همیشه مرتب بود و خوشبو. عصرها که در کوچه بازی می‌کردیم، صدای تلاوت قرآنش از پنجره می‌آمد و با هیاهوی ما در هم می‌آمیخت. آن روزها نمی‌دانستم آن دهان آرام روزی سخنانی خواهد گفت که گفتنشان خرج دارد. انقلاب که شد همه چیز به هم ریخت. من به غربت افتادم و عبدالعزیز از آن کوچه رفت. بعدها شنیدم مدینه را دیده، درس خوانده و پشت میکروفون کلماتی میگوید که حکومت تاب شنیدنشان را ندارد. یک روز که هیچ کس نمیدانست آخرین روز است، کتاب را بست، نگاهی به کلاس انداخت و بیتی از سیف فرقانی روی تخته نوشت: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. و سپس این بیت را خواند: این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. اما آن مصرعی که بعدها بر سرنوشت خودش سایه انداخت این بود: همین عوعوی سگان شما نیز بگذرد. گفت کاملش را خودتان پیدا کنید. به خانه که رسید دخترش تب داشت. نسخه دارو روی داشبورد بود و راه به داروخانه می رسید. اما 3 روز بعد ماشینش را پیدا کردند. همه چیز سر جای خودش بود: نسخه، داشبورد، صندلی‌ها و سکوت، جز خودش. وقتی پیکرش را یافتند 17 گلوله به او زده بودند، شاید به خیال اینکه با کشتن صاحب صدا هم می‌میرد. پدرش آن روزها دیگر زنده نبود تا ببیند دوچرخه‌ای که روزگاری زنگ آغاز صبح بود چگونه در پایان راه پسرش به سکوت رسیده است. این بود فریاد هفتم، فریادی که صاحبش را کشتند اما هنوز از گلوی تاریخ شنیده می شود. عوعوی سگان نیز می گذرد. برای اطلاعات تکمیلی کامنت نخست این پست را بخوانید. تا هفته آینده، بدرود.